به نام خدا و سلام بر شما. در این برنامه صدای امارت اسلامی در نشست مشورتی علمای کشورهای اسلامی. نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف میگوید کابل با تمامی کشورها به ویژه کشورهای اسلامی روابط خوب میخواهد. امارت اسلامی خواهان روابط خوب و متقابل با کشورهای منطقه جهان بالخصوص کشورهای اسلامی می باشد. آیا این صدا در میان کشورهای اسلامی خریدار دارد؟ اینجا در فراخبر. من شمس همانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان دکتر فضل هادی وزین عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان و میرویس قیاسی آگاه روابط بین الملل هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. به ضابطه از آقای قیاسی بپرسیم، دوباره همکاران ما تلاش خواهد کردن تا صدای شما درست شد. آقای قیاسی، شما حتما صحبت‌های نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف را در میان علمای کشورهای اسلامی در استانبول شنیدین. او میگه امارت اسلامی با همه کشورها به ویژه با کشورهای اسلامی خواهان روابط خوب است. این دیدگاه در میان کشورهای اسلامی چگونه است؟ آیا او کشورها هم میخواد واقعا با افغانستان و با امارت اسلامی رابطه خوب داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام با شما استاد بزرگوار وزین صاحب و سایر بینندگان. ممنون. کشورهای اسلامی را در رابطه و تعاملشان با امارت طالبان در کابل به چند دسته تقسیم کرده میتونیم. عموما به دو دسته تقسیم میشوند. یکی کشورهای اسلامی که اونا دیدگاه عاطفی و دیدگاه نسبت به هر چیزی که در پسوند از اون نام اسلامی باشه دارند، که از اون جمله ایران است، از اون جمله ترکیه است، قطر است. این کشورها پله قبلا سودان بود که سودان درگیر مشکلات خود است و امثال از این بعضی کشورهای دیگه. اینها با هر نهضت، قیام، جریان، حزب، حرکتی که ظاهرا به ضد غرب مبارزه میکنن و افکار و ایدئولوژیشان مخالفی چیزهای غربی است، اینا رویکرد مثبت دارند که کشورهایی که یاد کردم اینا همیشه از روز اولی که اماراتی ها در افغانستان به قدرت رسیدن با اینا تعامل مثبت دارند. اگرچه از نگاه رسمی نه، ولی از نگاه عملی اینا روابط بسیار خوب دارند، روابط عاطفی بسیار دوستانه برخورد میکنن، میروند در مجالس محافل ولو که غیر رسمی و به رسمیت ناشناخته اینها را دعوت میکنن. حتی در بعضی کشورها همین سفارت‌ها هم در اختیار از اینا با فشار دیگه دیپلمات‌ها گفتن که برای از اینا بگذارن این کار را کردن. درست. ولی برعکس این صدای امارت که اینجا برآمده یک چیز طبیعی است که حتما نماینده امارت از این موقع‌ها از این استیج‌ها استفاده میکنه و صدای خود میکشه برای خوب بودن و بهتر کردن روابط. که الو میشنوید؟ بله من درست این مواردی را که شما اشاره میکنید خب یک تریبیون داده میشه، حداقل خواستشان را بلند بکنن. اما شما فکر میکنین میره این صدا به گوش حاکمان کشورهای اسلامی؟ چون نشست علمای کشورهای جهان اسلام است و از طرف دیگه هم ظاهرا در میان کشورهای اسلامی علما هم زیاد نقش نداره. آقای قیاسی، ببین من نکات من اشاره میکردم اگه اجازه میدید. خب باز هم ادامه میدم. بفرمایید. پس این کشورها کاری خود کردن در طول 3 سال. امارت مرهون ایصال تعاملی از اینها هست. این تریبیون در اختیار امارت داشتن. اما برعکس هیئت علمای کشورهای اسلامی و هیئت علمای اسلامی که چندین بار به افغانستان آمدن، اونها پیشنهادات مشخصی داشتن درباره تعلیم زنها، کار زنها، آزادی های مدنی که مطابق اسلام است، ولی امارت گوش شنوا برای گپ نداشت. و شما میدانید که در رابطه دوستی یا صرف روابط دیپلماتیک در هر دوی از نوع داد و گرفت، یعنی یک چیزی بود یک چیزی دیگه معمول است. این صداها به خاطر بسیار تاثیر نداره که همین علمای اسلام چندین بار آمدن به صراحت تا فیصله ها در خارج کردن. امارت هیچ گوش شنوایی به صدا از اینا نداشت. امارت فکر میکنه که ما از همه از ایران که مسلمان تر هستیم. ولی چون که جلسه در ترکیه بود، دولت ترکیه بسیار رویکردی مثبت با امارات داره. هنوزم با امید عزیز که توصیه های از اینا را اماراتی ها قبول بکنن. رئیس جمهور اردوغان هم چندین بار صدای خود کشیده که تعلیم زنها را منع کردنش مخالف اسلام است، در دین و مذهب جایز نیست. این را به همین خاطر یک چیز نرمال است اینا را دعوت میکنن. اما گوش شنوا به خاطر نداره که طالبان خودشان رویکرد تعامل با جهان اسلام و به خصوص با نهادهای اسلامی که کنفرانس کشورهای اسلامی است و
اتحاد علمای جهان اسلام است که به صد قراردادی بسیار بزرگاشان در کابل آمدن. بله. به خاطر یک صدایی است که باقی میمونه به جواب. بله، ولی شما فکر میکنین حامل پیام خواهند بود علمای کشورهای مختلف از این نشست پیام را انتقال بده به سران حکومت ها و از طرف دیگه چقدر نقش داره علما در کشورهای دیگر مسلمان اسلامی؟ این پیام ها را اونا پیام خود به اینا انتقال داده بودند که به جواب مانده از جانب امارت. حالی هم یک چیزی بسیار روتینی و عادی است، هیچ پیام خاصی نداره و اونها گرفای خود گفتن حرفای امارت ها را قبلا 2 به 2 شنیدن در کابل. دیگه اونا حامل پیام خاصی را نیستن و کشورهای اسلامی در همین 2 کاتگوری که تقسیم کردیم، اینا حکومت‌های خود دارن، حکومت‌های رسمی خود دارن، نهادهای استخباراتی خود دارن، نهادهای سیاسی خود دارن، وزارت خارجه ها دارن و تعامل خود هم قسمی که فیصله کردن اونا انجام میدن. صدای علما را دیگه اونقدر بیچاره ها خوب هستند ولی اونقدر تأثیری که قسمی که شما گفتین در جهان اسلام بر حکومت ها و بر ادارات سیاسی ندارد. ولی کشورهای اسلامی آقای قیاسی شما فکر میکنین چی میخواه از امارت اسلامی؟ امارت اسلامی اینجا آقای ثاقب هم میگه که در افغانستان نظام اسلامی حاکم است، علما در رأس این حکومت قرار داره. بیشتر چی میخواه کشورهای اسلامی از امارت اسلامی؟ چی نوع تغییری؟ همین تقسیمی که اول ما کردم بسیار خوب است. همین بخش که ما تقسیم کردم اینا از اینا میخوان که هم یک آبرو و عزت برای مسلمان ها اینا تمام شوند. آزادی تعلیمی زن ها، آزادی کاری زن ها، آزادی های مدنی که در خودی کشورها مروج است، مثلا در ترکیه و در ایران و همین کشورها اینا از اینا ایرا میخوان. ولی یک بخش کشورهای دیگه است که اونا گره خورده هستند در مسائل استخباراتی و امنیتی و سیاسی کلان دنیا در محور غرب هستند. در محور غرب هستند که سعودی و امارات و اینهاست. اونا هر چیزی که تعاملی که طالبان با غرب و با امریکا انجام میدن اونا در حلقات اونا میچرخند، خارج از دایره محدوده تعاملات از اونا تعامل کردن نمیتونن، اونا منتظر هم هستند. تنها یک قدر است که در اینجا یک امتیازی ویژه داره که موافقتنامه در اونجا امضا شده، اینا از طریق همونجا به قدرت رسیدن. ولی متاسفانه بگیم یا واقعیت هم است که قدری ها فعلا اون قسمی که لازم است و توقعی که از طالبان داشتن برآورده نشده. یک کشور دیگه مگه اجازه باشه در اینجا است که یک اشاره خاص به اون میکنم که از جمله پاکستان است که پاکستان در طول تاریخ مبارزات طالبان یک کشور پرباقرس، پناهگاه، مرکز استراتژیک از اینا بوده که فعلا بسیار زیاد مشکل داره با طالبان و صدای پاکستان در مجمع علمای جهان اسلام همیشه تاثیر خود داره. بسیار تشکر، سپاسگزار شما آقای قیاسی. یک اتفاق نظر در میان علمای جهان اسلام هم وجود نداره، اما میدونیم تشکیل‌های هم وجود داره مثل سازمان همکاری کشورهای اسلامی. چقدر شما فکر میکنین واقعا کشورهای اسلامی هم صدا هستند در مسائل کلان و تصمیم گیری که باید یک حرکتی از او صورت بگیره، مثلا در مورد غزه، در مورد افغانستان و به رسمیت شناسیش؟ یعنی فکر میکنین تو یک آدرس مشخص و یک ابتکار جدی در میان کشورهای اسلامی وجود داشته باشه؟ خب پاسخ سوال شما بسیار کوتاه است. من اگه اجازه باشه در آخر میگم، ولی من به مشکل اساسی اگه اجازه باشه اشاره میکنم که این برنامه شما غنی‌تر شود. نظام های توتالیتر، نظام های تمامیت ها یا یک دست و یک گروهی یا تک حزبی یا تک قطبی در جهان که است، مثلا در ایران است، موسیقی در کره شمالی هست، موسیقی در نسبتا در روسیه هست و کشورهایی که در آسیای میانه هست. کشورها درست است که کشورهای توتالیتر یا تمامیت‌خواه یک دست هستند، اما اینا یک سلسله مراتب دارن. سلسله مراتب از اینا از پایان به بالاست، به این معنا که از زیر پایان رتبه‌ترین مامور به بالاتر راپور میده، گزارش خود میده و گزارش خود به او دیگه میده، بازو مقام مشورت داره، بالاخره که به فرج اول میرسه. فرج اول در روشنایی همون مشوره و دیدگاه‌های ادارات خودش، کسانی که بر او اعتماد داره، در باره تصمیم میگیره. متاسفانه در نظام امارت یک مشکل علمی وجود داره. از نگاه علمی این ارتباط خنثی‌ست، یعنی کسانی که در قندهار ششتن به سلسله مراتبی که در ریاست الوزراء در کابل هستند، با ریاست الوزراء از بالا با پایین که مثلا با وزارت هاست، وزارت داخله است، وزارت امنیت است، باز وزارت خارجه است و اینا همین وزارت ها که در سلسله تا ولایت و ولسوالی گفت. این رابطه یک رابطه خنثی است. خنثی به این معنا که حرفی را که ملا هیبت الله آخوند در قندهار میگه با همون 5-6 نفر که در گردش از مشاور نزدیکشتن بود دیگه بدون ارتباط
با مقامات سلسله و جریان خودش نه از بالا به پایین نه از بالا به پایین فقط از امر میشه و اجرات میشه. آقای وزیر هم بسیار مفصل و خوب عالمانه اشاره کردن به این گپ که اماراتی ها مشکلشان همیست، مشکلشان یک سیستم ندارن، یعنی یک روشی پذیرفته شده ندارن، یک روشی یعنی چی بگوییم من شناخته شده ندارن در اداره. این مشکل است. با خود دیگه با به تاثیر است. اما میماند سوال شما که جوابش بگم، علمای جهان اسلام مجمع جهان چیزی علمای جهان اسلام که آقای وزیر نمازی و دوستان از او بهتر میدونن، مثلا اونها یک تاثیر عمو معنوی دینی و تاثیر فقهی سر جهان اسلام دارند و بدون شک از وجود شخصیت های مثل رئیس کنفرانس که قبلا شیخ قرضاوی بود، بعد از او که علما هستند شیخ ولدی ددوس، اینها از این نظام هاشان به خاطر عموم مسائل اجتماعی داخلیشان زیاد استفاده میکنن، مثلا مشوره میگیرن از اینها، تاثیر از اینها در جامعهشان برای آرام کردن جامعهشان، برای عمو گسترش دادن سیاست های داخلیشان از استفاده میکنن. اما در سیاست خارجیشان بازم من میگم براتون که نظر علما در کشوران نسبت به روابط خارجیشان روابط باز خنثی و بی تاثیر است. هیچ قولی از اینا نمیشنود. در دو کاتگوری که من کشورها رو تقسیم کردم، این کشورها با طالبان تعامل دارند، تعاملشان تعاملی سیاسی است، یعنی پلیتیک است، تا اینکه مثلا دینی باشه. و بحث اشتراکات هم زیاد برشان مهم نیست. بحث اشتراکات دینی و این مسائل در کشورهای اسلامی زیاد مد نظر گرفته نمیشه. ما مطمئن هستم که ما را مستقیم نشدیم. علما جهان اسلام برای اینکه با کابل سفر کردن و از اینجا رفتن و ابو یک عالم از اون در وزارت خارجه یک روز که بسیار به عربی غلط یک 20 دقیقه بیان داد، علما جهان اسلام عالم هستند، جامعه شناس هستند، بسیاری از اینا فیلسوف هستند، اینا میفهمن مشکلات و درد یک جامعه را، عقب ماندگی های ذهنی یک جامعه را، عقب ماندگی های اجتماعی یک جامعه را، عقب ماندگی های یک دینی یک جامعه را. اینا به طرف جامعه افغانستان، عبارت افغانستان، اجازه بدید من حل کنم، خلاص کنم. نهادهای اسلامی در جهان اسلام که اتحاد جهانی علمای اسلام باشه و این نهادهای دیگه که هستند با طرف امارات به عنوان یک طفل مدلل میبینن. اینا در اول به این نظر بودن که امارات یک طفلی است که نوپای است، شاید یا روز به روز اصلاح کنه، قابل اصلاح باشه و بیاموزه چیزی را. درست از نگاه علمی که یک طفلی که در بسیاری از مکاتب کشورهای پیشرفته که وقت عقب ماندگی ذهنی داشته باشه، بازی را میبینن که دیگه نمیآموزه چیزی، میره به مدرسه خاص معرفی میکنه که مثلا 4 ساله اجازه بدید 4 سال 1 سال در 4 سال میخونه. تشکر. اجازه فرصت ما کاملا تمام است. اجازه بدید آقای وزیر 30 ثانیه بگیریم، وقت ما تمام است چون وقت رفتیم. نسبت به درک و فهم امارات و برداشت امارات از اسلام و نظام اسلامی. بسیار تشکر. سپاسگزارم آقای وزیر.